4 انگشتم رو با نصف کف یعنی پای بریدن. سیاوش حادثه‌ای را نقل می‌کند که 1 ماه پیش به سرش آمد و او را از 4 انگشت راه رفتن محروم کرد. هنگام گزارش از راه بینای استقامتی به راه اساسی ماشینگرد ناگهان صدای پاسبان بینا رو شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچ چیز رو درک نکردم و همچون غیر اختیاری بشورانه از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام آمده، صدا با شمال آمده با پاهایم زد. اشیای نامعلوم از بلندی 19 ماشانه و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پای افزالم در پایم نیست و انگشتانم آغشته به خون و استخوانام نمایان هستند. سیاوش اکبرشویفی 25 ساله ساکن ناحیه روشان است. تازه دانشگاه سلاویانی را ختم کرد و نیا داشت به کار درآید. اکنون در این اندیشه است که آیا میتواند دیگر باره راه گردد و به کار مشغول شود، چون به گفته خودش از این حادثه ضربه سخت دیده است. پس از نرکوز یعنی همون صبح دیگری که به هوش آمدم برای من فهموندن که یعنی برای انگشتانی که مجق شدن استخوان‌ها پاره شدن، برای برقرار نمودن آنها یگان علاج دیگر نبود، آنها رو بریدیم یعنی امپوتاسیون کردیم. خود اکنون نمیاد چی گپ است، خود همین طرف میپرتوید که آهم میزنه به من همین جو چه بود، جای حادثه اول چی کردند، اول تبدیل کردند. این حادثه در کوچه بخارای شهر دوشنبه رخ داده است. ساختمانی هم که از بالایش آهن پاره افتاده است به شرکت یاقوت 2000 داخل دارد. والدان سیاوش میگویند از رهبریت شرکت کسی به عیادت پسرشان نآمد و درباره جبران ضرر هم با آنها چیزی دقیق نگفتند. فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پومری همون میفرستانند با داروها و شن داروها رو میبرند. از رابط شرکت کسی نوادرش از سوالشون نپرسیده است. هرچند مسئولان شرکت یاقوت 2000 برای صحبت ویدیویی راضی نشدند، اما یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت موادهای طبی ضروری را به جبردیده رسانیدند. او از شرح بیشتر درباره جبران ضرر خودداری کرد. در همین حال حقوق شناسان میگویند از نگاه قانون جانب جبردیده حق دارد که برای جبران ضرر پافشاری کند. آنها سر آن تاکید میکنند که باید جبردیده در این حالت سر وقت به مقامات مراجعت کند. پدر سیاوش حالا به مقامات دادستانی ناحیه شاه منصور عریضه نوشته است و امیدوار است که تفتیش منصفانه صورت میگیرد. در این نهاد گفتند الکی تفتیشات را شروع کردند. سیاوش اولین نفری نیست که از ساختمان‌های نو در پایتخت آسیب دیده است. در گذشته نیز چنین حادثه‌ها رسانه‌ای شده بودند و جبردیده‌ها بیشتر از ناعدالتی در پرداخت جبران ضرر شکایت می‌کردند. سیاوش می‌خواهد عدالت در نسبتش تأمین گردد و آرزو دارد که دیگر باره راه رود. این حال به نیروی خود راه گشتن نمیتونم، چون اینکه غیر امکان است. پاهای من هرشان درون گیپس هستن و دکتران با پیشگویی دکتران یعنی تا 7-8 ماه برای من ریهابیلیتاسیون لازم است.